خب وایسا با هم حرف بزنیم مهران. چی میخوای از جون من؟ چی میخوای از جون من؟ اون موقع که باید بودی نبودی، الان اومدی برگردی. میخوام 100 سال سیاوش نگردی. برو دنبال زندگی. مهران من الان تو وضعیتی نیستم اینجوری با هم حرف بزنیم. مگه من تو وضعیتی بودم که اون حرفا رو بهم زدی؟ تو همین خیابون وایساده بودیم التماس تو میکردم که نری. بهت گفتم اون حیوانی که داری میری سمتش لاشخورتر از این حرفاست که بخواد باج بده بهت. گوش نکردی. بهت گفتم بدون کیو داری به کی میفروشی. انتخابت کردی، حالا باید تو اونش بدی. با تو اون دادن من تو کیف میکنی؟ راستشو بگم؟ آره بگو. بیشتر از اون چیزی که فکرشو کنی. اون رفقاتی که میومدن در گوشت میخوندن بریم مهمونی الان کجان؟ اونایی که میومدن میگفتن این پسره رو ولش کن. الان جوونی، الان باید اشغال کنی. قلابت بگیره یکی از این بچه مایه‌دارا رو طول کنی، بارتو بسی. الان بارتو بسی. وقتی اونی که از جون و دل داره برات مایه میذاره رو به خاطر پول یا هر چیز دیگه ای میخوای بذاری کنار و بری سراغ یکی دیگه، خوب فکراتو بکن. چون اگه یه ذره عقل داشته باشه دیگه تو رو نمیپذیره و تو این دنیا هیچ دردی بدتر از درد پشیمونی و حسرت نیست. حواست باشه کیو داری به کی میفروشی.